الحال نتیجه باید یاد این چیز اکنون نتیجهش چی میشود این رو مقامات تفتیش میکنن میبینن راه حلش رو پیدا میکنن. گمانم که هیچ یک مراجعت بی توجه نمیماند. من از همه شما سپاسگزارم که نوشتید. بعضی ها دعا کردن در حق ما، بعضی ها حقارت و دشنام هم کردن، این حق شماست. بعضی ها ردیه ها پیشنهاد کردن، این هم حق شماست. ولی خواهش نوبسته به اونه که کی چی میگوید همیشه با عقل سالم برای آبادی وطن کار کنید. ما در غریبی هم عذاب میکشیم، هم جانمون میبروید. خود اکثر تاجیک‌ها مردارشون آورده است. بچه‌ای خیلی بچه هم در کار نیست. نه خود در جای عذاب کشیم در تاجیکستان خودمون هم پلی حلاله که تاکسی قطعی ما هوای زدن نتونیم. به نهایت به خدا او بالی سخته. بچه خون خورده است، خونی بندور خورده است. کم تر ای الله بترس شما. و الله علم کدام میگه در تاجیکستان دموکراتی روش سیاه کرده. فهمیدی؟ روش سیاه کرده. مرا بردگیان دل به هیچ چیزی قبل هم بودن ریشورا چیندن. با بالای هم که اقوراتای ایوچا و مثال اوتاو همه چی کردن. باید هم اقورات که است که ما اوتای فلانی که مثال آدمایی که دموکرات هم میگه اوتاو چون فلانی میکنیم. فهمیدی؟ آدمای دولت اینم خیلی گفته استیان. فهمیدی؟ برای باور نکنی کم تا شما ای الله بترسید. فهمیدی؟ چیکار کردین خشون کردین خیلی شهر بچه‌ها کم تا زیاد چا که کم تا خود چانی باندای که نه هم در جای خیلی عذاب کشن ای زن فرزندشون دور راون در تاجیکستان حلالشون بیوان. دزی نکنن و دام کشی نکنن. فهمیدی؟ براهای بد نروان اونی حلالشون یا آخرن. و الله علم در نزد الله چی جواب میگن شما؟ ما عذاب دنیا هیچ نیست. شما خورده راحت کردید. اینجا ما غریبا عذاب کشیدید. اینطور که غریبان تاجیکستان آدمای کم بغل عذاب کشیدید. شما عذاب دنیا را طاقت کردن نمیتونید. اینطور که شما ما واپس بنده مومن مسلمان ابساینا طاقت کردن نمیتونه عذاب دنیا را. شما چی جواب میکردن از الله که شما من میگه در سر سال شدگی ای وظیفتون فرق میکنه، فخر میکنه. بنای همه ای الله بترسه. بنای الله بترسه که بوی به نهایت پشیمان میشه اما وقت دیر میشه. علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک مهاجر تاجیک گفتنی هم به این سه به ناموسه که دولت رو خار و ذلیل کردید است. هر نمود قانونی که میبرورید و مردم نظارت کنید. مردم در چی ناداری در چین عذاب ای او کریسلای ملایم خیزید. میدونم که کیساتون وزین شده نمیمونن تو خسته نمیتونید. از وظیفه خالی شوید تا که یکم آدمی به ایمان به ناموس وطن رو دولت رو پیش برد تا که ما مهاجرو رو از این شهر غریبی به تاجیکستان بره. طاقتم طاق شد. خداوند خار و ذلیل تون کنه. من یک جوان از تاجیکستان. من از این ظلم و شکنجه هایی که رحمانوف پسک هایش میگوید من از این ها ناراضیم. این برادری ما را لقمه نانش را از دهان کودکانش کشیده. خداوند صبر جمیع عطا بفرماید. ما برادران انشالله همه یک جا شده دستگیری یکدیگر شده انشالله به وطن برمیگردیم. خدا خواهد ما همه برادر هستیم. دست یکدیگر را گرفته دولت و وطن را میسازیم. رحمانوف استعفا. بعد اونه که این مرد از زبان 90 فایز مردم برآمده حقوق خودش ابراز کرده روی کامera با اینقدر غیرتی کلان گفتنی هستم احسن برادر با اینقدر غیرتی بزرگی که داشتی و رو برای کامera ایستاده گفت دادی ما اون غیرت شما رو نداریم. پروردگار به تمام ما این غیرت نصیب بگرداند و با کلی مهاجرین گفتنی هستم که برادران همین خیلی ویدیو کرده اقلا روی کامera ایستاده که ما نمیتونیم اینقدر غیرت نداریم. اخیرا از پشت کامera همین خیلی مراجعت نامه همین خیلی ویدیو کرده روان کنید که دستگیری نه تنها برای این برادر عبدالستار و بلکه برای اونهایی که بعداً از حق خود دفاع کردن میشوند دستگیری برای اونها هم باشد. حکومت فهمد که اونها طاقت نیست